سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه 30 ایون همراه شما. مقامات تاجیکستان گفتند 3 سرباز پایگاه 201 روسیه در کشور هنگام شناوری در رودخانه وخش غرق شدند. در این باره روز 30 ایون در ریاست حالتهای فوق‌العاده ختلان به رادیو آزادی خبر دادند. در پایگاه روسیه نیز گفتند فاجعه روز 29 ایون و هنگام مشق نظامی سربازان در رزمایشگاه سنبوله به وقوع پیوسته است. نامناسب سربازان روس را آشکار نکردند و گفتند جستجوی جسدها ادامه دارد. پایگاه 201 روسیه در دوشنبه، کولاب و خرغانتپه واحدهای نظامی دارد. عین زمان بالا رفتن حرارت در ولایت ختلان سبب اوج گرفتن بیماری‌های سرایتی و فوت کودکان شده است. گرمی هوا میشه میتونم مثلا ریا نکردن گیاه شخصی در مادر این میشه میتونم مثلا سوسکا یا چوچک میگن او هم میشه میتونن همین مورد میرسن بر بیرون سرعتی این خیلی حوزه سرعتی نیست دیاری همین. طبیبان میگویند روزانه 10 نفر به شفاخانه‌های ولایت ختلان با بیماری‌های سرایتی از جمله درون رو مراجعت میکنند و تاکنون 2 کودک در ولایت جان دادند. حرارت در بعضی از ناحیه‌های ختلان از 42 درجه نیز گذشته است. نظام قاسم، شاعر و وکیل پارلمان تاجیکستان روز 30 ایون در انجمن اتفاق نویسندگان رهبری نوی اتفاق انتخاب شد و مهمان بختی را که تقریباً 10 سال در این مقام بود عوض کرد. در 5 سال اخیر بسیار کارهای خوب انجام شد در اتفاق نویسنده‌ها. بسیار عملها جاری شدند، کارها و اتمام رسیدن، بعضی کارها دوام دارند و رهبریت نوی اتفاق نویسنده‌ها این عملها، این کارها را حتما ادامه خواهد داد. نظام قاسمی 57 ساله از ماه مارس سال 2010 تا کنون از طرف حزب خلق دموکراتی تاجیکستان وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده است و در حال رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد که بسیاری از نویسندگان تاجیکستان انتظار تغییرات در کار اتفاق هستند. مقامات ناحیه کانیبادام در ولایت سوخت میگویند یک جوان تاجیکی از دری سرحدبانان ازبکستان زخمی شد در شفاخانه در آن کشور معالجه میگیرد. فرهاد تورسونوف رئیس جماعت پتر ناحیه کانیبادام روز 30 ایون بر رادیو آزادی گفت تولقینبک عثمانوف از پایش تیر خورده است و او را به شفاخانه بیشریق ولایت فرغانه ازبکستان بردند. تولقینبک و خورشید قابلوف روز 25 ایون هنگام گاوچرانی در منطقه مرزی نادانسته به قلمرو ازبکستان وارد شدند و مرزبانان کشور همسایه آنها را دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان میگویند برای روشنی انداختن به قضیه و حل مسئله با طرف ازبکستان تماس گرفتند. جزئیات دزدی پول کارمندان یک شرکت که مسجد بزرگترین در تاجیکستان را میسازند معلوم شد. کارمندان شرکت ساختمانی ساب روز 30 ایون بر رادیو آزادی گفتند شایسته غلامرضا صاحبکار ایرانی مزد کار 3 ماهه 20 کارمند شرکت ساب را گرفته و از تاجیکستان فرار کرده است. عموما 10 نفره که ما عریضه نوشتیم مراجعت کردیم. الان غیر اینو که چی در کار نیست سود پلیس بازی کردن گفتن اونا میگن که ما $10,000 $20,000 $45,000 اونا ماشین های تکنیکای کار کردگنده پولی اونا ماندگی هستن. خیلی شرکتی مذکور از شرکت‌های پیمانکار است که مسجد بزرگ قطر در دوشنبه را می‌سازند. مقامات انتظامی تاجیکستان علیه صاحبکار ایرانی تبار با اتهام قلابی پرونده باز کردند ولی کجا بودن خود او معلوم نیست. مسجد قطر در صورت بنیادش یکی از بزرگترین مسجدها در آسیای مرکزی می‌شود. در مرکز ملی تستی تاجیکستان روز 30 ایون ثبت نام داوطلبان تحصیل در دانشگاه و کالج‌های کشور به پایان رسید. شماره دقیق داوطلبان تا چند روز دیگر معلوم می شود، اما به گفته مقامات مرکز ملی تستی امسال داوطلبان ادامه تحصیل در دانشگاه‌های عالی 10,000 نفر بیشتر شده است. هر نفری که با سبب‌های عذرناک نتوانست در مرحله اساسی از قید گذرد، مرکز همینچنین یک امکانیت پیش آورد و گفتنی هستند که در مرحله اساسی به قیدگیری 72,526 نفر یعنی از
قید گذاشتن و همین تعداد شاید همیشه بروز نزدیک به 74 شد. ثبت نام داوطلبان در مرکز ملی تستی از روز 2 مارس تا 30 اپریل معین شده است، ولی مقامات به طور استثنا این مهلت را تا روز 30 ایون تمدید کردند. مرکز ملی تستی سال گذشته در تاجیکستان به کار شروع کرد و اکثریت میگویند که واسطه بازی و رشوه‌خواری ضمن قبول به دانشگاه ها را تقریبا از بین برد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.